سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدیم به چنل آدرنالین. برگشتیم با یه ویدیو جدید که مطمئنم خیلیاتون مشتاقید که راجبش صحبت کنیم. همونطور که میدونید تو سالهای اخیر ورزش MMA تو ایران طرفدارای زیادی پیدا کرده و ایران هم کم کم داره جایگاه خودش رو تو این ورزش پیدا میکنه. البته هنوز مسیر طولانی مونده که بخوایم به بهترینای دنیا برسیم، اما جای امیدواری داره که مسابقات و لیگ‌های زیادی داره تو ایران برگزار میشه و حتی یه سری سازمان‌ها به وجود اومدن که در حال حاضر دارن رویدادهای MMA رو تو داخل کشور برگزار میکنن و اسپانسرایی هم هستن که از استعدادهای برتر این رشته حمایت میکنن و اونا رو به مسابقات برون مرزی اعزام میکنن. و خب ورزشکارا هم استقبال خیلی خوبی از این رشته کردن و خیلی از بقیه رشته‌ها مثل کشتی، بوکس و کیک بوکسینگ دارن به MMA رو میارن. امروز اینجاییم که به همین بهونه با هم بهترین MMA فایترهای ایرانی دنیا رو بهتر بشناسیم. واسه همینم یه لیست براتون تهیه کردیم از 5 MMA فایتر ایرانی برتر دنیا که یه خورده راجبشون صحبت کنیم و کریر و افتخاراتشون رو با هم مرور کنیم. پس اگه شما هم دوست دارید که بزرگترین MMA فایترهای ایران رو بشناسید، تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید. نفر اول لیستمون پر افتخارترین MMA فایتر ایرانیه. شاید خیلی از ماها حتی اسمشو نشنیده باشیم، اما باید بهتون بگم اون کسی بود که به تنهایی تا نوک قله‌های MMA دنیا پیش رفت. گگارد موساسی، متولد سال 1364 در تهران. خانواده موساسی از ارمنیای تهران بودن. پدرش سابقه حضور تو بوکس آماتور رو داشت. تو اون دوران زیر سایه جنگ همراه خانواده‌اش مجبور شدن که به هلند مهاجرت کنن. موساسی ملیت هلندی داره، اما خودشو همواره ایرانی الاصل میدونه و تو مصاحبه‌هاش بارها راجع به ریشه ایرانیش صحبت کرده. شاید براتون جالب باشه که بهتون بگم موساسی یکی از پر افتخارترین فایترهای تاریخ به شمار میاد. یه فایتر خونسرد که اصلاً اهل شوآف و حاشیه نبود، اما در کمال سکوت و خونسردی قاتل حریفاش بود و عناوین زیادی رو تونست به دست بیاره. قهرمانی در 2 وزن نیمه سنگین وزن و سنگین وزن سازمان بلاتور، قهرمانی میان وزن تو سازمان استرایک فورس، قهرمانی تو سازمان دریم اف سی ژاپن و حدود 55 برد حرفه‌ای مقابل حریفایی مثل کریس وایتمن، دن اندرسون، روری مکدونالد و ویتول بلفورد. همه فقط بخشی از افتخارات گگارد موساسیه. به انتخاب خیلی از مجلات معتبر دنیا مثل شرداگ، موساسی جز 5 MMA فایتر میان وزن برتر تاریخه. اون تو سابقه حضورش تو UFC تونست رکورد فوق‌العاده 12 برد و 3 باخت رو از خودش به جا بذاره و تو رنک 3 میان وزن UFC قرار بگیره. اما UFC هیچ وقت مبارزه قهرمانی رو بهش نداد. شاید چون سیاستش بود تا نذاره کمربند به فایتری برسه که خیلی آروم و بی‌حاشیه است و کم صحبت میکنه و نمیتونه شومن خوبی باشه تا فایتاش فروش بیشتری داشته باشه. در واقع وقتی از UFC برای پیوستن به بلاتور خارج شد، خیلی‌ها معتقد بودن که اون میتونست به زودی قهرمان UFC بشه، چون در اوج آمادگی بود. اون تو دوره مدعی اصلی عنوان قهرمانی در UFC بود که فایترهایی مثل اندرسون سیلوا و مایکل بیسپینگ تو دوران اوج خودشون بودن. شاید اگه موساسی هم مثل کانر یا همزاد چمایف سر و صدای بیشتری رو تو UFC درست میکرد و انقدر آروم نبود، فرصت مبارزه کمربند رو هم بهش میدادن. اما موساسی همیشه میگفت من نیومدم اینجا که حرف بزنم، اومدم بجنگم، این کار منه. و انقدر هم تو کارش خوب بود که موقع خدافزی غیر رسمیش رسانه‌ها تیتر زدن آخرین سامورایی MMA دستکش‌ها رو آویخت. قطعاً اگه بحث بهترین MMA فایتر تاریخ ایران در میون باشه، گگارد موساسی کسیه که نامش در صدر این لیست میدرخشه. نفر دوم لیستمون یکی دیگه از ارمنیای ایرانه. بنیل داریوش، متولد سال 1989 در گلتپه ارومیه که تو دوران کودکیش همراه خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرد. داریوش سال 2007 فعالیت ورزشی خودش رو تو رشته جوجیتسو شروع کرد و تونست قهرمان جهان بشه و کمربند مشکی جوجیتسو رو دریافت کنه. سال 2014 بعد از 6 برد متوالی تو سازمان‌های دیگه تونست وارد UFC بشه. داریوش عملکرد بسیار موفقی رو تو UFC داشت و با 8 برد پیاپی یکی از بلندترین نوارهای پیروزی رو توی تاریخ سبک وزن UFC داره و مدت زمان طولانی توی جمع مدعیان سبک وزن سازمان بود و تونست به رنک 3 سبک وزن برسه. اونم تو دوره‌ای که سبک وزن ستاره‌ای مثل اسلام مخاچف، چارلز اولیویرا، داستین پوریر و جاستین گیجی رو داشت. داریوش در حال حاضر رنک 9 رو توی سبک وزن UFC داره و تو رویداد UFC 322 قراره به مصاف بنوا سنت دنیس فرانسوی بره. اون با فایترهای بزرگ زیادی مثل تونی فرگوسن، ماتیوس گمرات، رناتو مویکانو، دوبر و جیم میلر مبارزه کرده و تونسته اونا رو شکست بده. شاید اگه مقابل آرمان ساروکیان آماده باخت نمیداد، برای کمربند قهرمانی سبک وزن با اسلام مبارزه میکرد.
در حال حاضر بنیل داریوش رکورد 23 برد، 6 باخت و یک مبارزه بدون نتیجه رو توی کارنامه خودش داره و هنوز هم توی سطح اول MMA دنیا در UFC داره فعالیت میکنه و تونسته تو رنکینگ سبک وزن تو جمع 10 تای برتر باشه. داریوش بارها تو مصاحبه‌هاش از اصالت ایرانی خودش صحبت کرده و از مردم ایران قدردانی و حمایت کرده. نفر سوم برترین فایترهای ایرانی کسی نیست جز رضا مددی، ملقب به مدداگ، MMA فایتر ایرانی الاصل که اولین فایتر ایرانی بود که تونست به UFC راه پیدا کنه و راه رو برای بقیه ایرانی‌ها هموار کنه. مددی متولد سال 1357 توی محله نارمک تهرانه. دوران کودکیش دقیقاً مصادف شده بود با جنگ ایران و عراق و خانواده‌اش مجبور شدن که برای داشتن یه زندگی بهتر به سوئد مهاجرت کنن و اونجا پناهنده بشن. مددی کشتی رو توی سن 15 سالگی به صورت حرفه‌ای تو سوئد شروع کرد و خیلی زود تونست قهرمان ملی کشتی سوئد بشه. سال 2006 به صورت رسمی وارد MMA شد و اولین مبارزه حرفه‌ایش رو انجام داد و بعد از اون تا سال 2012 با رکورد 12 برد و 2 باخت نظر UFC رو به خودش جلب کرد و تونست وارد این سازمان بزرگ بشه و اولین مبارزه خودش رو هم با پیروزی پشت سر بگذاره. بعد از اون مددی تو مبارزه دوم خودش با مایکل جانسون تونست اونو با سابمیشن دارسچوک تسلیم کنه که این باعث شد نگاه‌ها بیشتر از همیشه به سمتش بیاد. رضا مددی تا سال 2017 تو UFC فعالیت میکرد و مبارزات زیادی رو تو این سازمان انجام داد و سال 2017 به طور رسمی از دنیای مبارزه خداحافظی کرد. اما این انگار تازه شروع مسیر افتخارآفرینی برای مددی بود. بعد از بازنشستگی مددی به مربیگری روی آورد و توی باشگاه آلستار سوئد فعالیت میکرد. باشگاه بزرگی که فایترهای زیادی رو به دنیا معرفی کرده. تو دوران مربیگریش با فایترهای بزرگی مثل حمزه چیمایف، الکساندر گوستافسون، لطیفی و بنیل داریوش همکاری کرد و نقش اساسی رو تو معرفی کردن حمزه چیمایف به UFC داشت و معمولاً هم تو مبارزات چیمایف میشد مددی رو تو کورنر این فایتر دید. چیمایف تو یکی از مصاحبه‌هاش از رضا مددی به عنوان یه برادر یاد کرد و همیشه میگه که از اون چیزای زیادی یاد گرفتم. مددی تو فعالیت‌های مربوط به حمایت از پناهندگان حضور فعالی داره و همیشه خودش روی ایرانی دونسته و تو موفقیتاش همیشه از ایران یاد کرده. چهارمین نفر از لیستمون امیر علی اکبری، فایتر سنگین وزن کشورمون و قهرمان سابق کشتی فرنگی جهانه. دوران کشتی امیر علی اکبری پر از افت و خیز بود و با حواشی زیادی همراه بود. علی اکبری یکی از بچه‌های نسل طلایی تیم ملی کشتی فرنگی ایران تو دوران محمد بنا بود و جدا از حواشی که داشت همیشه همه از اون به عنوان یه استعداد بزرگ تو کشتی فرنگی ایران یاد میکنن. کسی که تونسته بود توی سالهای جوونی قهرمان آسیا و جهان بشه و نگاه‌ها رو به سمت خودش متوجه کنه. اما سال 2013 با مثبت شدن تست دوپینگش برای دومین بار عنوان قهرمانی جهان در سنگین وزن که همون سال به دست آورده بود ازش گرفته شد و فدراسیون جهانی کشتی اونو به محرومیت مادام العمر تو این رشته محکوم کرد. دوپینگی که خودش بارها ادعا کرده بود که عمدی نبوده و ناخواسته بوده. شاید این میتونست پایان یه قهرمان باشه، اما برای امیر علی اکبری این یه شروع بود برای تغییر. علی اکبری بعد از محرومیتش سال 2015 وارد دنیای MMA شد و تمرینات خودش رو به صورت جدی شروع کرد. برای مدتی هم توی باشگاه AKA تایلند که بزرگترین و معتبرترین باشگاه رزمی آسیا و زیر مجموعه AKA آمریکاست تمرین میکرد. همون مجموعه‌ای که قهرمانان UFC مثل خبیب نورماگمادوف و دنیل کوریمیر توش تمرین میکردن. علی اکبری تونست تو مدت زمان کمی در سطح جهانی مطرح بشه و در ایران هم طرفداران زیادی پیدا کنه. بعد از اون با چند پیروزی قابل توجه به سازمان‌های بزرگ MMA هم راه پیدا کرد. علی اکبری تو سال 2016 با سازمان رایزین ژاپن قرارداد بست و تو مسابقات گرند پری این سازمان تونست به عنوان نایب قهرمانی رو به دست بیاره. بعد از اون به سازمان ACB رفت و سال 2018 تونست اولین حریفش تو این سازمان که دنیس اسمولدارف بود رو شکست بده. علی اکبری حتی تا یه قدمی سازمان UFC هم رفت و با این سازمان قرارداد امضا کرد، اما UFC بعد از مدتی اعلام کرد که قراردادش با علی اکبری رو به خاطر سابقه دوپینگ او که به تایید سازمان دوپینگ آمریکا هم رسیده لغو کرده. بعد از اون علی اکبری وارد سازمان وان چمپیونشیپ شد که بعد از UFC بزرگترین سازمان برگزار کننده مسابقات MMA در دنیاست. او تو این سازمان تونست حریفای مثل برندون ورا که چهره‌ای شناخته شده تو سنگین وزن دنیاست و آرجان بولار که قهرمان سابق سنگین وزن این سازمان بود رو شکست بده، اما تو گرفتن کمربند قهرمانی وان چمپیونشیپ ناموفق بود
و نتونست از سد آنتونی مالیخین بگذره. بعد از اون علی اکبری به سازمان ACA برگشت که قبلا هم در اون فعالیت میکرد و تا همین لحظه هم در این سازمان فعالیت داره. این فایتر ایرانی تو آخرین مبارزه خودش تونست تونی جانسون قهرمان سابق ACA رو شکست بده که ویدیوش رو هم براتون آماده کردیم و میتونید از همینجا مبارزهشون رو ببینید. حالا احتمالاً اون در مبارزه بعدی خودش باید برای کمربند قهرمانی سازمان ACA بجنگه. و در نهایت بریم سراغ پنجمین MMA فایتر برتر ایران. آخرین نفر از این لیست یکی دیگه از کشتیگیرای قدیمی تیم ملیه که حالا داره تو عرصه MMA فعالیت میکنه. پویا رحمانی که احتمالاً این روزا اسمش به گوشتون خورده، فایتر سنگین وزن ایرانی که حریفاش رو دونه دونه داره از سر راهش برمی‌داره و در حال حاضر بدون شکسته و رکورد 5 پیروزی بدون باخت رو توی کارنامه‌اش داره و تونسته نگاه سازمان‌های بزرگ MMA رو به سمت خودش بکشونه. شاید یادآوری این نکته براتون جالب باشه که اون تا به حال تموم حریفاشو فینیش کرده. 3 تا رو با ساب میشن و 2 تاشون رو هم با ناکوت. جالب‌تر این که همه رو هم تونسته تو همون راند اول شکست بده. رحمانی اصالتاً مازندرانیه و تو کارنامه ورزشیش میشه سوابق درخشانی رو دید که نوید این رو میده که در آینده میتونه به یه قهرمان بزرگ تبدیل بشه. اون مهارت کشتی و گرپلینگ بالایی داره که میتونه تو این مسیر خیلی بهش کمک کنه. پویا رحمانی سابقه حضور تو تیم ملی کشتی آزاد ایران رو داره و در سالهای نچندان دور با دوبنده تیم ملی برای ایران مسابقه میداد. بعد از مدتی به تیم ملی کشتی ساحلی ایران پیوست و سال 2019 پویا رحمانی تبدیل به اولین کشتیگیری شد که مدال طلای مسابقات جهانی کشتی ساحلی رو برای ایران میاره. تو این مسابقات اون تو کمتر از 4 ساعت 6 کشتیگیر مطرح دنیا رو شکست داد که باعث شد رئیس اتحادیه جهانی کشتی تحسینش کنه. سال 2020 رحمانی تو مسابقات پهلوانی هند شرکت کرد و اونجا هم تونست عنوان رستم هند رو به دست بیاره و برنده گرز رستم بشه که جایزه این رقابت هاست. با این پیشینه قوی تو کشتی جهان رحمانی خیلی سریع تونست تو MMA جایگاه خودش رو پیدا کنه و با تقویت مهارت گرپلینگش حالا داره تبدیل به یه پدیده میشه. اون حالا داره با بزرگان این رشته همکاری میکنه، طوری که تمرینات خودش رو توی تیم حمزت چیمایف ستاره UFC و قهرمان میان وزن این سازمان انجام میداد. و تو آخرین مبارزه سیریلگان در مقابل تاماس پینال که ویدیوش رو هم براتون آماده کردیم و توی چنل گذاشتیم، پویا رحمانی به عنوان حریف تمرینی سیریلگان تو تمرینات کشتی اون رو همراهی میکرد. پویا رحمانی حالا با سازمان ACA قرارداد داره و مبارزات خودش رو اونجا انجام میده که اگه بخوام از حریفای مطرحش بهتون بگم میشه به سلیمگری رسولوف قهرمان سابق سنگین وزن ACA اشاره کنم که فقط یه راند جلوی رحمانی دووم مورد تسلیم شد. رسولوف سابقه فایت با امیر علی اکبری رو هم توی کارنامه‌اش داره که اون مبارزه هم با پیروزی علی اکبری به پایان رسید و میتونید ویدیوش رو توی چنل خودمون ببینید. پویا رحمانی و امیر علی اکبری این اواخر واکنش‌های تندی به هم دیگه داشتن و تو فضای مجازی مدام در حال کری خوندنن و از اونجایی که هر دو تو سازمان ACA فعالیت میکنن، این سازمان هم حالا متوجه این اختلاف شده و چون این مبارزه میتونه فروش خوبی براشون داشته باشه، احتمالش زیاده که در آینده نزدیک شاهد فایتشون باشیم. به نظرتون در صورت برگزاری این مسابقه کدوم یکی از این 2 فایتر میتونه برنده از قفس بیرون بیاد؟ خوشحال میشم که نظرتون رو برامون کامنت کنید. با هم نگاهی داشتیم به 5 تا از برترین MMA فایترهای کشورمون. حالا به نظر شما جای کدوم فایتر ایرانی میون این قهرمانا خالیه و اسمش میتونه کنار بهترین فایترهای ایرانی باشه؟ کافیه اسمشو برامون کامنت کنید و برای ساختن قسمت دوم MMA فایترهای برتر ایرانی بهمون کمک کنید. ازتون ممنونم که ویدیوهای ما رو تماشا میکنید و اونا رو لایک میکنید. تو کانال تلگرامی آدرنالین که لینکشو براتون میذاریم میتونید ویدیو کامل رویدادهای UFC و مبارزات جذاب دنیا رو ببینید. حتما کانالمون رو ساب داشته باشید تا از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. و در پایان روزگار به کامتون باشه و خدا نگهدار.